با خانم نجفی در موضوع اوتیسم در خدمتتون هستیم. توی چند جلسه قبلی در مورد اوتیسم از کی باید تشخیص بدیم، به هر حال چه برخوردهایی باید داشته باشیم و صحبت کردیم. من میخوام یه مرور چند دقیقه داشته باشم و بعدش در مورد موضوعات مهمتری هم امروز با هم صحبت کنیم. من عرض ادب دارم خدمت شما خانم نجفی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. سلامت باشید. یه سریع بریم یه تیکه باز برای اونایی که ممکن برنامه قبلی رو ندیده باشن. بله. تعریف اوتیسم، از چه زمانی باید به شک کنیم و چه علائمی رو باید دنبالش بگردیم؟ اوتیسم یه اختلال عصبی رشدیه که بهتره که اسم بیماری روش گذاشته نشه، چون که بیماری بالاخره یه دوره درمانی داره، دارو خورده میشه و درمان حاصل میشه. اما بچه‌های اوتیسم باید آموزش ببینن. علائمش اینه که اصولاً از 18 ماهگی هم قابل تشخیص هستش و والدین باید به مراحل تأخیر رشدی بچه‌شون خیلی دقت بکنن. یعنی که مثلا الان بچه توی 18 ماهگی چند تا کلمه داره صحبت میکنه، اصلا راه رفتن 4 دست و پا همه اینا با تأخیر بوده یا نه، آیا اشاره کردن داره، نمیدونم روابط اجتماعیش چطوریه و همه اینا رو باید دقت بکنه. لبخند میزنه نمیزنه، اشاره میکنه، یک چیزی رو میتونه درست به شما نشون بده یا نه. و اصولا یک سری رفتارهای کلیشه‌ای دارن بچه‌ها، مثلا روی انگشت پایشون راه میرن، دستشون احتمال داره تکون بدن، یک کلیشه‌های آوایی از خودشون تولید بکنن. خیلی باید دقت بکنن به این مسائل و احتمال داره که یک سری رفتارهای مشکل‌دار داشته باشن، به خودشون آسیب بزنن، به دیگران آسیب بزنن، چیزی رو پرت کنن، داد طولانی، گریه طولانی، که من حالا مختصر فقط دارم توضیح میدم. اگر به مراحل رشدی بچه خیلی دقت کافی بشه، یعنی والدین خوب دقت بکنن، زودتر میتونن تشخیص رو بگیرن، متوجه بشن که خب بچه‌شون نسبت به بقیه بچه‌ها یه ذره متفاوت تره، زودتر میبرن به پزشک کودک نشون میدن، روان پزشک نشون میدن و اونا هم بهتر میتونن راهنماییشون بکنن. یه نکته در رابطه با تشخیص من فکر می‌کنم لازمه که بگم. خب همکارای محترم روانپزشک ما خیلی دارن تو این حوزه زحمت میکشن، خیلیاشون گاهی وقتا پیش میاد توی تشخیص یه مقدار دیر عمل میکنن، یا حالا من نمیدونم چه فکری میکنن، شاید میگن که خب خانواده رو ناامید نکنیم، مادر رو خیلی مضطرب نکنیم، یه مقدار دیر تشخیص میدن، یا میگن حالا یه مقدار بچه تأخیر رشدیه، یه مقدار شاید حالا یه خورده کوچولو ADHD باشه. اگر مراحل حرفه‌ای گفتن این موضوع رعایت بشه ولی به موقع به والد گفته بشه و والد آموزش رو خیلی به موقع تر شروع بکنه، خب تأثیر خیلی بهتری رو میگیره قطعاً. این خیلی مهمه، پس تشخیص به موقع باشه. چون تست تشخیصی داره؟ یه سری تستا هستن که میگیرن ولی اصولا بیشتر، یعنی چیزی که ما تو ارزیابی استفاده میکنیم، من فکر میکنم خیلی مفیدتره مشاهده است. یعنی مشاهده دقیقی که تو مشاهده ما اشتباه کنیم و بعد یه مارک یه بیماری رو بزنیم که این بیماری میتونه یک طوفانی از اضطراب و مشکل رو وارد خانواده کنه. بله امکانش هست که اشتباه که نه، ولی امکانش هست مثلا شما اوتیسم رو تشخیص بدین ولی خب بعدا مشخص بشه خب ADHDه. اما موضوع اینجاست که خب تشخیص زودهنگام، اصلا شما، من بارها این حرف هم زدم، اصلا کار به کلمه اوتیسم نداریم. همین که به خانواده بگین که فرزند شما یه مقدار با بقیه بچه‌های عادی متفاوت تره و برین زودتر گفتار درمانی، کار درمانی، رفتار درمانیش رو شروع بکنین، قدم بسیار بزرگی رو برداشتین. چون که یعنی فعلا اسم بیماری یا مارکی رو به بچه اضافه نمی‌کنیم. ببینید زمانی که ما داریم به عنوان داریم ارزیابی میکنیم، یا همون دکتر روانپزشک عزیزی که داره این کار رو انجام میده، اگر احساس میکنه خانواده یک خانواده‌ای هستن که خیلی حساسن، شرایطی که بهتره الان گفته نشه، حداقل از این روش استفاده بکنن که بهتره. فکر میکنم حالا گفتار درمانیشو، کار درمانیشو شروع کنین. یه سری مراکز هستن تو رفتار درمانی کمکتون میکنن، ببرین یه سری رفتاری که شما باش مشکل دارین رو اصلاح بکنن. فعلا مراحل آموزشیشو طی بکنین، مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه هم بیاین ان شاءالله ما دوباره ببینیمش.
اما جوری با خانواده صحبت نکنن. خب به هر حال خانواده است دیگه، پدر مادر کلا همیشه دنبال این هستن که فرزندشون که بهتون بگن که اصلا فرزند شما چیزی نیست، همه چی خوبه، شاد و همه خب بله، خب دوست دارین جملات مثبت رو بشنوه. شما میتونید خیلی حرفه‌ای با جملات خیلی حرفه‌ای‌تر به خانواده جهت درست آموزش رو بدین که مسیر اشتباه رو انتخاب نکنه بره و آموزش عقب بمونه، چون برای بچه‌های اوتیستیک هر یک روز هم خیلی مهمه براشون. مسیر صحیح چیه خانم؟ مسیر صحیح اینه که شما کوچکترین علامتی رو که احساس کردین که بچه‌تون داره و با بقیه بچه‌های عادی متفاوته، ببرین به پزشک کودک، روانپزشک نشون بدین، مشاوره‌های لازم رو بگیرین. بعد کم کم اگر گفتارش هر چیزی هست بریم به مراکزی که به بچه‌ها کمک می‌کنن توی این موارد ببریم بچه رو مراجعه بکنیم و آموزشش رو شروع بکنیم و همین ادامه پیدا بکنه. خب اینی که الان شما میگید من می‌خوام قدم به قدم با هم بریم از اون فضای کلی خارج بشیم، چون چیزی که تو ذهنم اومد اینه که خب این مسیر خیلی مسیر پرهزینه، پر دردسر و شاید تمام اعضای خانواده رو درگیر بکنه هستش. باید بریم دونه دونه بریم جلو. من الان به عنوان پزشک حدس میزنم اولا تا چه زمانی ممکنه علائم مشخص بشه. ما الان این بچه رشدش همه چی خوبه، تا چه سنی بعد این دلواپسی رو داشته باشیم که هی بگیم پدر مادر تو این تأخیر رشد دقت کنید. حد اکثر زمانهایی که ممکنه خودشون نشون بده که این موضوع دومی که الان تشخیص داده شد، یه پزشک اطفال، پزشک خانواده، هر کسی میگه برو به یه مرکز روانشناسی، مرکزی که ممکنه برای این تأخیر رشد بدون اینکه اسم بذاریم به شما کمک کنه. مرحله به مرحله بریم جلو، ببینیم هزینه‌هاش هم چقدره. چون دردسرها، هزینه‌ها. بله. اول همین رو بگم که همونطور که گفتم از 18 ماهگی قابل تشخیص تا 3 سالگی دیگه یعنی اگه بچه 4 سالشه مشکلی نداشت دیگه ما این بیماری ازش دیگه 4 سالگی 5 سالگی اصولا دیگه نشون داده، یعنی اگه هر چیزی بوده دیگه نشون داده شده. یعنی وسواس نشن. بله، مگر اینکه خب حالا مثلا ما یک سری از والدین رو داریم یه مقدار ناآگاه‌ترن، کمتر میدونن راجع به اوتیسم، مثلا احتمال داره خود دیرتر متوجه بشن. اگه والدینم ناآگاه هستن، همسایه‌شون آگاهه، فامیلشون آگاهه دیگه. یعنی به هر حال الان انقدر کلمه اوتیسم و بیماران اوتیسمی توی جامعه هست که یه تلنگری ممکنه توی یکی از افرادی که این کودک رو داره ملاحظه میکنه و میبینتش بخوره و اونا بگن که خانواده حواستون باشه برای اینکه مراجعه کنید به پزشک. بله. بعد از اینکه خب حالا الان شما فرض کنین که رفته والد پیش ارزیاب، تشخیص رو گرفته و حالا داره میره مراکز، هزینه ها که خیلی زیاده. من اینجوری نمیتونم عدد بگم، یعنی همین الان تو دل همه رو خالی کردی. خودشون میدونن. شما ببینید بچه‌ها چکاب ماهیانه دارن که چون اکثریتشون اختلال خواب رو دارن، اختلالات گوارشی رو دارن، تو ویتامین های ذره بالا پایین هستن، اینا باید مرتب چک بشه. خب این خودش یک هزینه داره. گفتار درمانی یک هزینه داره، کار درمانی یه هزینه داره، رفتار درمانی یه هزینه داره. بعد به خاطر شرایط بسیار سختی که تو خونه ایجاد میشه، مادر حتما باید بره پیش روانشناس و مشاوره بگیره، پدر همینطور. اگر خواهر برادر بزرگتر یا کوچکتر هم دارن، 100% وقتی رفتار خواهر برادرش که اوتیستیک هست رو داره میبینه، داره روی اون هم تاثیر میذاره، اون هم باید بهش رسیدگی‌ها بشه. پس حساب سرانگشتی 4-5 میلیون حداقل 4-5 میلیون حداقل، چون که الان تعرفه ها خب هی داره تغییر پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، هی اینا هم هستش. نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه، این سوال حالا میپرسم. ما چند تا NGO یا سازمانی داریم که بتونن به خانواده هایی که دارای کودک اوتیستیک هستن کمک کنن؟ خب مراکز زیادی هستن که دارن میتونن این 4-5 میلیون رو تامین میکنن. یک سری از مراکز هستن. خب ببینید ما اگر قرار باشه به این خانواده ها کمک کنیم، با توجه به شرایط واقعا سختی که دارن، نیاز به خیرین داریم. خیرینی که دوست دارن به بچهای اوتیسم کمک بکنن. الان مرکز ما که خودش داره واقعا حرفه‌ای و تخصصی این کار انجام میده و به والدین خدمات میده، خب خیلی نیاز داره که خیرین بهش کمک بکنن که ما بتونیم حمایت‌های بیشتری رو بکنیم. مرکز انوار آفتاب تمام سعی
سعیش اینه که بتونه خیرین خیلی زیادی رو جمع بکنه که بتونه خدمات حرفه‌ای تر بهتری رو ارائه بده. خب هزینه ها بالاست، مرکز هم هزینه های خودش رو داره، به هر حال پرسنل هست و خیلی مسائل دیگه باید اینا بشه تامین بشه. ما خیلی دوست داریم کارهای مفیدی انجام بدیم، همینطور که تا همین الان تقریبا نزدیک به 8 سال مرکز انوار آفتاب داره این کارو میکنه. دوست داریم این ادامه دار باشه و بتونیم کارهای مفیدتری بکنیم، مثلا بتونیم مشاوره مرتبی برای خانواده‌ها داشته باشیم. مرکز حوزه پژوهشی هم ورود میکنن که به هر حال ببینن که ما به عنوان صاحب علم ببینیم چه کمک‌های بیشتری میتونیم خارج از این روتین‌های درمانی و پزشکی و روانشناسی و روانپزشکی ما کمک کنیم به خانواده‌ها. مثلا آموزش به خانواده، یعنی خارج از کودک ما خانواده درجه 1 و 2 رو بیایم آموزش بدیم، اصلا نحوه برخورد خانواده با یک کودکی که درگیر این یکی از اصلی ترین کارهایی که ما تو مرکز انجام میدیم بعد از اینکه بچه پذیرش میشه همینه. یعنی بعد از اینکه برنامه بچه انتخاب میشه، متریالش ساخته میشه، با خانواده جلسه گذاشته میشه، برنامه‌ها توضیح داده میشه، بعد خانواده باید هفته یک جلسه 1 ساعت و نیم بیاد توی مرکز آموزش‌های لازم رو بگیره برای اینکه بدونه باید با بچه‌ش این برنامه رو چکار بکنه، چطوری باید باش برخورد کنه، اگه بچه دچار رفتار مشکل دار شد چه کاری بکنم بهتره، توی بیرون چه کار بکنم. بله، آموزش‌های آنلاین رو داریم که ما هفته یک جلسه 1 ساعت برای والدین میذاریم. یعنی آموزش اولویت، یعنی هدف اصلی مرکز ما، یعنی یکی از هدفهای اصلیش اینه که هر والد خودش یه درمانگر بشه، چون همیشه درمانگرها همیشه مراکز کنارشون نیستن. تا کی قراره این بچه کنار ما باشه؟ والد بعد خودش یه درمانگر بشه که اصلا خودش خیلی از این هزینه ها رو کم میکنه. بله، میتونه کمتر بکنه. اما برای اینکه بتونن بچه‌ها رشد بهتری داشته باشن بهتر کار گروهی باشه، یعنی کار درمان، گفتار درمان، رفتار درمان و والد کنارش باشن. میونه فرمایش شما از آقای زاهدی خواهش کنم. اولا دوستان توی روبیکا برنامه ما رو ببینید به صورت زنده، الان داره پخش میشه، بعداً هم میتونید اینا رو به صورت سیو شده، حالا من ترجمه‌اش رو بایگانی شده میتونیم اونجا ملاحظه کنید. من میخوام از آقای زاهدی اجازه بگیرم اسم مراکزی که دارن به بیماران اوتیستیک کمک میکنند و اونجا یادداشت کنیم، اگه کسی میخواد کمکی بکنه بتونه به این مراکز کمک کنه. واقعاً بیمارانی که درگیر خانواده‌هایی که درگیر این بیمارا هستن خیلی خرجشون بالاست و خرج یه روز و 2 روز نیست. بعضی موقع آدم یه بیماری داره میگه الان من فرش زیر پام میفروشم خرج میکنم، بعضی موقع به فرش و اینا دیگه بسنده نمیکنه. یعنی به قول شما مادام العمر، یعنی همیشه درگیر این مشکل و این کار گروهی که شما گفتین هستین. پس ادامه دار هم هست، یعنی به بزرگسالی که میرسه تازه قضیه شروع میشه، بحث بلوغش اتفاق میفته و خب زورش بیشتر شده. اگر رفتار مشکل دار کنترل نشده باشه احتمال داره به خانواده آسیب بزنه، کمتر میشه تو اجتماع بردش. اما اگه آموزش به موقع باشه، حمایت ها خیلی زیاد باشه. مثلا ما الان توی شهر قم انوار آفتاب یکی از مراکزی که داره با بزرگسال کار میکنه، بقیه مراکز کار نمیکنن و خب ما نیاز داریم حمایت بیشتری بشیم که بتونیم خدمات بیشتر بدیم. مثلا بتونیم کارگاهایی رو راه اندازی بکنیم که بچهای حالا یعنی بگم جوانها و نوجوانهای اوتیستیک رو بتونیم اونجا بیاریم، بهشون یه حرفه‌ای رو یاد بدیم. خب بیشتر رفتارهای مشکل‌دار و کلیشه‌ای یکی از دلایلشون که اتفاق میفته نداشتن مشغولیته. اگر مشغولیت داشته باشن کمتر اتفاق میفته، یه خورده کاهش پیدا می‌کنه. میتونن فعالیت کنن، فعالیت اجتماعی داشته باشن، بهشون یه شغلی رو بسپاریم. ببینین سطح خیلی مهمه. افراد اوتیستیک 3 تا سطح دارن دیگه، خفیف، متوسط و شدید. اگه سطح خوب باشه، عملکرد بالا باشه، بله مثلا کارهای مثل خشکشویی، بسته‌بندی، خیلی چیزای این شکلی رو میشه بهشون آموزش داد. و خب مرکز ما هم خیلی دنبال این هست که بتونه این کار انجام بده. در حال حاضر داره انجام میده ولی نیاز به حمایت داره که بتونه خدمات بهتری ارائه بده. خب وقتی این خدمات ارائه بشه انگار امید به زندگی و حال خوبم به اون خانواده برمیگرده و اونام حالشون بهتر میشه. فرزند من که الان مثلا 20 سال زحمتشو کشیدم الان میتونه بره یه کاری بکنه، چون همیشه احساس میکنن فرزندشون خب دیگه همه امیدها و آرزوها از بین رفت، دیگه این فرزند چیزی نمیشه. من راستش تا اینجا همون دلواپسی و دغدغه من نیست. دوستان ما یه دقیقه در خدمتتون هستیم، بعد قرعه کشی میکنیم، ولی من دغدغه خودمو بگم، همیشه والدین بالا سر این بچه‌ها نیستن. بله. یعنی اگر یه سیستمی طراحی نشه، حالا بهزیستی، NGO ها،
هر گروه‌های خدماتی و این حمایت رو تا آخر نداشته باشن، یه پدر مادر حتی توانمند بله بالا سر بچه‌شون ممکنه نباشن. بله. خیلی از خانواده‌ها چون یه بچه اوتیستیک دارن دیگه بچه دار نمیشن از بله. ترسشون و این بچه تنهاست. حالا من میگم بچه تو سنین مختلف منظورمه و باید پس یه راهکاری رو پیدا کنیم که بتونیم در دراز مدت و طولانی مدت برای عمر فرد این کمک رو داشته باشیم. واقعیت اینه که راهکار وجود داره، حداقل یه خورده بهترین راهکار یا راهکارهایی که جواب داده وجود داره. نیاز به حمایت هستش که اینا عملی بشه. دوستان قسمت‌های بعد گفتن که خسته نباشید، دلیل اینکه یه بچه اوتیسم میشه چی میتونه باشه. تو برنامه‌های قبلی اینا رو گفتیم. خانم نجفی از بین عدد 1 تا 63477 عدد 1 فلاحتی از تهران، آقا یا خانم فلاحتی نمیدونم. سلام، بچه 3 ساله که 30 کلمه حرف میزنه اوتیسم داره یا نه؟ بچه 3 ساله که 30 کلمه حرف میتونه بزنه. کم کلامش دیگه، ببریم به متخصص. دوستان به متخصص مراجعه کنید. عزیزید، دوستتون داریم. یا علی. خدا نگهدار. به ما به جای درد و بی طاقتی آرامش بده.